سلام بچه‌ها، تو این ویدیو قراره طرز آماده کردن و کلا دیزاین این گچبری مدرن قشنگ ماهو بهتون توضیح بدم. یه جایش که لازمه صدا میذارم روش و بهتون توضیحات لازم میدم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. برای متریال این کار از تکسچر میتونیم استفاده کنیم که مخلوط کنیم با پودر سنگ و یه مقدار چسب چوب، ولی من خودم از پودر کناف استفاده کردم که کارم انجام دادم و روش یه لایه پودر سنگ ریختم. هم میتونید خمیر پودر کناف رو که درست میکنین اون پودر سنگ رو قاطی خمیرتون کنین و چسب چوب حتما بزنین. حالا یه ویدیوی دیگه درست میکنم برای درست کردن این خمیرها و تکسچره، حالا دستساز با پودر بچه، پودر مل و کلا همه چی، مثلا میکرو سمنت، اینا همه رو توضیحاتشو میدم، یا همون درست کردن پودر کناف هم توضیحاتشو میدم. فعلا اینجا همین رو داشته باشین. با تکسچر هم میتونین درست کنین. تکسچر رو پودر سنگ و چسب چوب با هم قاطی کنین به یه سفتی خاصی که رسید دیگه موادتون رو بذارین. اون حفره‌ها و سوراخ‌ها و رنگش و اینا دیگه همه سلیقه‌ایه. بعد از این متریال گذاشتن و حالت ماهو درآوردن، حفره‌هاش، رنگش، اینا همه سلیقه‌ایه دیگه. امیدوارم از ویدیوم خوشتون بیاد. بریم به کانالم سر بزنین. یه عالمه آموزشای کوچولو و خفن دارم که خیلی راحت خودتون میتونین درست کنین. لایک، سابسکرایب یادتون نره. سوالی هم داشتین حتما توی کامنت از من بپرسین، تو جوابتون رو میدم. with a picture of the moon.